سلام دوستان گلم، عصرتون بخیر. یه عصر بارونی زیبایی یزد. خدا رو شکر یزدم بارونی شد. داریم میریم برای گل فروشی، برای مغازه دخترم، برای تزیین یلدایی. دختر گلم خوبی؟ سلام دوستای مامان، انشالله که حالتون عالی باشه. یلداتون هم پیش مبارک. بریم که انشالله به حول قوه الهی ما هم ویترین یلداییمون رو بچینیم تو مغازه. با ما همراه باشیم. نه آخه بعضی گل فروشی آماده‌شو دارن. نه شما میره فروشی های خوش بارن دارن اونجا بگیره که علکی از گل فروش با هم ندارید. کل سریتون بلا گرفته چی بخوام بگم ایتون؟ پنبه‌ش هست که پیدا کنم. پنبه ازتون یه دونه الان 150 ببخشید یک از اونها ازتون گرفتم. حالا میخوام توی گل بچینم برای یه یلدا. این بزرگه یک به اینم برم کارو بکنم میکنم کاری خوب بدم میتونی؟ نه از این جوابه ازتون گرفتم. خب الان میخوام خودم گل بچینم با میوه پشت و میوه خب عوضش کنم. اینا براش خیلی بزرگ میشه نه؟ از گلم خودتون گرفتم. گلم بخیر بزنیتون یه چند تا دونه از این مثلا برگای سبز میخوام. چه برگی میبرید معمولا؟ شما برگ پرتقال میایدت نه بردارید بذارید دقیقا بزنم میشه جلده بگیره یا فردش با من اسفند چنده؟ اسفند قلبیاش در نه 105 برگ چیشی برگ نوار اینجا اینو استفاده کنه علکی پوله اینا نارنجیشو نداری؟ مقایسه قیمت های یزد با جای دیگه. ماستی بس کدوما میخوای؟ پشتتون اول زنده انار داری؟ انار رو برده بودم تو خونه داشتی. خب چیش نجوره رو به نیت 5 تا 5 تا بردار. این دوتا خوبه؟ کوچکتر نه خیلی بزرگه. استفاده ازش کرد وقتی ما خورم نه خیلی آره خوبه. نه این خیلی نه 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 منم یوخه بابا هوا سوخ. کیلویه کیلو 45 تا
خسته نباشی مادر. ایشالله به سلام، ایشالله پر از خیر و برکت باشه برات عزیزم. چه گلای خوشگلی، دستت در نکنه. کشم عالی. دوستان، ارسال به همه جای شهرهای ایران داریم. ارسال به یزد رایگانه. از هر کجا ایران باشید میتونید سفارش کنید. جنسامونم با ضمانت تقدیمتون میشه. گل خانم تو فیلم بیفتی طوری نیست. چته خیلی هم به این خانومه به این خوبی. منمش چوبش هم خراب نشده اصلا میشونی. خوب شد. بالا دارم همونجوری قشنگ شد، دست در نکنه. خیلی خوشگل شد. انشالله به سلامتی و دلخوشی برای همتون پر از برکت باشه. دیگه خوب باشه دیگه انشالله. انشالله نور بر تاریکی. خوب شد نه یکم پر شد. خوشگل شد، دست در نکنه. قابلدار نیست به خدا. فدای ناز منم میگه پشت سر دارم. خسته نباش ماما، خیلی خوشگل شد. دستت در نکنه. دوستان یلداتون پیشا پیش مبارک باشه. انشالله خیر و برکت تو زندگی همتون بیاد. بریم ببینیم چطور شد. مبارک باشه، خیلی خوشگل شد. اون ولوم باز زیاد شد نه؟ نه اینجوری قشنگ. الان ببین اینم خیلی بزرگ چون یه دونه از چی هست این گردم؟ چی هست؟ تو نگفتی به کی طبیب زده بیاد شیشه ها؟ نه ندیدمش. حتما خود نباید ببینی، گفتم زنگ بزن.